چند لحظه قبل رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به بینای لیتسه رقمی 3 شهر دوشنبه آمده در اینجا رای داد. امامعلی رحمان در صحبت کوتاه با رئیس این نقطه رایدهی درباره تعداد رای دهندگان و اشتراک مردم در انتخابات پرسید. قبل از رئیس جمهور رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و محمد سعید عبیدالله‌اف نیز به تنهایی در این قطعه رایدهی آواز دادند. در قطعه رایدهی شماره 15 در ناحیه اسماعیلی سامانی که قطعه خاص به نظر می رسید، زمان حضور خبرنگاران ناظران از اتحادیه دولت‌های مستقل 2 دفعه پیدا شده و روند انتخابات را نظارت کردند. Мы только что встретились со своими коллегами, поговорили на настоящий момент. ما چند قبل با همتاهای خود واخوردیم، صحبت کردیم. در حال حاضر یگان قانونشکنی را آشکار نکردند. باید تذکر داد که طبق تخمین‌های ما تا 45 دقیقه پیش حدود 20% رای دهندگان شرکت داشتند. گمان می‌کنم اشتراک رای دهندگان خوب است. Явка была, наверное, на минут 40-45 минут назад, вот когда считаем, что явка очень хорошая. این ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در این انتخابات ها امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی پیروز شده است و در عموم 28 سال سر قدرت است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان را از زمان دستیابی آن به استقلال شفاف و آزاد و عادلانه عنوان نکردند. حزب سوسیال دموکرات که در حال حاضر یگانه نیروی مخالف در داخل تاجیکستان دانسته می شود، انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده، مخالفان دیگر که در خارج به سر میبرند آن را غیر قانونی نامیدند.